سلام بچه‌ها، چطورید؟ خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. داخل این ویدیو اومدیم یه گیم مود خیلی باحال منو آیه شادو پیدا کردیم. آیه شادو، آیه شادو، سلام، من آقای شادو یه گیم مود خیلی باحال پیدا کردیم. یکم اسمش سخته، کویکه اسمش، نمیدونم حالا میشناسید یا نه. کویکه. بریم آره بریم پلی بدیم ببینیم چی میشه. لیتس گو. خب بچه‌ها بریم سراغ مچ اول. کویک گیم. این مپ بخوام به طور خلاصه بهتون توضیح بدم، جوریه که یه جورایی یه تفنگ میده دستمون که میتونیم با اون تفنگ همدیگه رو بکشیم. راست کلیک کنیم تیر میزنه، چپ کلیک کنیم هم میتونیم یه جورایی دابل جامپ بزنیم. بله. یه جایی درست چی؟ یه جورایی چپ کلیک می‌کنی بوستت می‌کنه واسه همین آره می‌تونی چپ باش کلیک دابل جامپ. یه جورایی. خب لیتس گو. آیشه کجایی؟ ایول آیشه نیست، محو شد. کجایی؟ چه نگاه کنیم اگه چپ کلیک بکنم پیو بوست میکنم، تیر میزنیم. آیه شادو فرار نکو. ایول کشته شدیم. فرار نکن. فرار نکو. تیم عالی سپرایزت کردم. وای ما نخورد. ایول چرا؟ چرا نمیخوره؟ اوه هدشات. جوری میگه هدشات انگار مثلا هدشات 2 تا کیل میده. جوابای بدی واسه دارم ولی حیف خراب شد تو ویدیو نه خوش نمید. بله. What the؟ یس. ولی چجوری وقتی به من داری اونوری حرکت میکرد اونوری یه دفعه میگیرم؟ مردی سواله واسه. علاجی پشمام چرا این بهت خورد یا نخورد نمیدونم. یو بنازم. آجی پشمام. این مپ قبلی بود. قبل این ندره. آره خیلی خوب. از بالا میپرید ایول مردم. ولی اون دوتایی که پشت سرم گرفتم خیلی باحال شده بود. من یه ستا باشم گرفتم ضبط نشده طبیعتا. خب مهم نیست. کجا رفتی دلغک؟ دارم میچرخم. منم دارم میچرخم. دیدمت او بری. بچرخ تا بچرخم. بابا دلغک فرار نکو. بابا بعدی که کجا زدی با تو نمیبینم. به من همینجوری میتونم کنم پینک بالاست چیز میشه. اول میمیری بعد میاره واسه بعد پلیر حرکت میکنه. مثلا یه جوری انگار مثلا پشت دیوار میزنی مثلا کلش اونوره اینطور میزنه. بابا همین به بیا من وسط. که اون گوی رفتی کمپی. به خدا اگه کمپیوتر باشم نخوردی. این مردی که میره جلو یهو برمیگرده میزنم. آشغال بیا پایین. بابا ایول جوری میزنی من نمیدونم. تیر هوایی بچه. بچه این ریجستش پر شدن تیرامون هم یه تایمی داره، نمیتونیم تون تون تیر اسپام بدیم. ایول چون نخورد بابا. ده بی خیال. بابا بی خیال پشمام. همزمان تنبیه زدیم. جفتمون همزمان مردیم. کوشی دلغک. شدی؟ آره من چت بودم اصلا چت اونقدر فاصله زمانیشو میدونم نمیشه دونی نزدیک هم بودن اونجا میکنم اینکه یه دوتا پیام با همونه. نه مردی؟ همینیه که ببخشید دیگه. تو هرچی من میزنم اون داری میسپره. هرچی من میزنم اون اینجا خالی میده. اینجا خالی که لگه همش ولی خب کشت. الان در واقع چجوری مردن؟ از کجا زدی اصلا؟ هوا داشتم میمدم سوپرمن پایین.
من بتمنم. من بتمنم. با کنون بر گورتو گم میکنی. بابا دلغک چجوری تیرم بهت نخورد؟ بی خیال خدایی حاجی. ایول من تا اومدم بوس کنم خودمو زدی. مرتی که فهمی چی؟ من رو این که تایمش قرار زد دیرتر باشه حساب کردم، یه دار زودتر که دقیقا ببینمت شلیک کردم. همه تا اومدی خورد بهت. کجایی؟ نیست فرار نکو. فرار نکو. بابا خیلی دلغکی تو. سیرک. عملا انگار کالافه ولی ماینکرافته خیلی حال میده. بچه خوش مثلا این که وانشات ویدیو. میکنی داخل ویدیو اومدیم کالاف بازی کنیم. داخل ماینکرافت. با نخود بابا تو ولی چجوری داری چیکار اینقدر نمی‌کنی؟ اول میزنی؟ خیلی بهتر بازی می‌کردی. اول بازی خیلی بهتر بازی می‌کردی، یعنی ریدی. مثل بهت چیزی بهش برخورد یهو میگفتی؟ ترای زد. یو یه رفتی ترای زد. یو تو یادش کردم. گوی رفتی. بابا بی خیال من اصلا نمیدونم کجا هستی. من نیمتایی تو داشتم میدیدم. ایول دیگه بنازم. اصلا نمیبینمش کو. یه راستی چیزم بگم، من یه دونه مود دارم که این کراسه چی اون مثبت وسط صفحه اونو عوض میکنه. الان برای من یه دونه مربعه یه جورایی تو این گرفتن کمک میکنه. اینم بگم آره کافیه دیگه. کله یارو تو اون مربع بگیری و خدافظ. خودش میزنه. بابا دلغک نگاه بابا کمپر نه سگو نگاه. بابا خود چی خودش میزنه؟ میگم که واسه اینم آیا خود آخ 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 دو تا پشتی هم میگم دوره که کشتمت. مربع رو کلی یارو میگیری تو اون مربعه میزنی. منظورم نیست که خودش میزنه که یه زوزم. ای منظورم اینه که تو ایم کمکت میکنه نه که این با سلام و اینا. آره. ای خدا نوبی قوی تر بیاد. ایول ریدم ایول ریدم با این. کینو بود. آخ اچه این پارتیکلایی که یهو منفجر میشه انگار این چیزه، یعنی یارو کشته شد یا منفجر میشه. بله. واقعا یه مزد خوش پخش نیست. ایول چرا یهو با بوست گرفتم. ای نخورد. بابا نگاه دلغک کنه، نگاه فقط تپ پشت میزنه مردی که کو. من پیشیدم من بالا تقریبا روبروت اومدم بعد نخورد بهت بعد برگشتیم پیشیدی اونور زدم. این جالب بود. آه جو مویرت شد. آجی پشمام. آجی پشمام. آجی پشمام. بوسته ضعیف بود. میکردم تا بالا میرم ولی نه. ایول من بوست زدم چی جوری زدی؟ اوف پینگ خدایی قشنگ بود. اصلا نفهمیدم خوش نیست. من بوست رو زدم رو هوا که داشتم بوست میشدم زدمت. بابا ایول. آخ خیلی بابا نزدیک بود. ایول نتورید. گفته اونم میزدی. من تا ریسما میشم میمیرم قضیه چیه؟ نه خب رندوم اسپانت میکنه که دیگه این. گفتم یه بار نیست حداقل. ایول من اصلا نمیدیدمت تا یه دقیقه بیل بیلکی تو دستتو دیدم مردم. داشت نیم تک بذاره زوم کنی نیم تک رو میتونی بفهمی. تا اولش باید نیم تک ببینی بعد زوم کنی که دقیق ببینی کجاست. نزدیک شد. ای دلغک بابا من رفتم تو اینونتوری. نه دهنت. یکی دیگه بگیرم فکر کنم بردم. ایول چند تا هست مگه؟ نمیدونم
چرا ریدم؟ یهش اینجا میبره تو بالا. آخ حالا بعد با هم میگه کمپه. نه ببخشید دیگه، همه رو تو با کمپری زدی، یه دونه رو من جیلی گرفتم. عجب کسکشی هستی میگه کمپی. ای آه. ای برای شما باخت اون کشته. خیلی تمیز دارم. خیلی تمیز دارم. ایول بریم برای یه قسمت دیگه هم بریم. لیتس گو. آره خیلی چسبید. ایول ما که باختیم بابا. کی منم اومد میدونی دوباره؟ ایول لفت داد همین. یو. نازم آجی. نه اینجوری دوتایی این بالتره. اون وقتی یکی دیگه میاد این میزنه تو بازیمون. آره گو. شما سعی کن جلد دهنتو بگیر، من دارم پاره میشم. آها بله بله. بله. خب من اره بودیم گوری بابا. باز این مپ گوه، اون مپ قبلی ها رو نمیاره. من که زوم کرده بودم داشتم این میگرفتم. بابا ایول چرا نمیخوره؟ یه تو این مپه تشخیص دادن پلیره سخت داره. چه خبرها؟ الان کم شده. من نکمپیدم، فقط صرفا نیمتایی تو دیدم یه وایسادی. ای کو کوشی دلغک و گمشو پایین. دو بچه میبینید کمپر بعد میگه کمپر. بس کن من اون ور مپم کنیم. اوف حاجی پشمون کجا وایساده بود. طبقه رقصیدیم پایینی؟ تو این جهان زنگ برام. من دارم اینجا میچرخم، تو نیستی دلغک. بابا بی خیال باید زدمه. تو الان تی زده بودی، چجوری اینقدر سریع تونستی دوباره تی بزنی؟ آینی؟ تایمینگ هم قویه. مینی که هست چه گیر کردی؟ حاجی کجا وایساده بودم پشمام ریخ. کوپ کردم یه دقیقه. کمپر رو نگاه. داداش یه ثانیه اجابه واسدم تو میگه کمپه. اونجا قایم زیر شده بودی پلا دلغک. داشت بخواستم قایم میشم میشستم. خب از هیت باکس هم کوچیک‌تر میشه. بنازم پینگ. آخ آی شانس آورد. این مربع یه ایرادش اینه که اونقدر دقیق نیست. بابا ایول. تو میای دنبال من دارم تو میای میزنم. یس آخ فعلا که مردی. اینجا دیگه کجایی مپه؟ بابا ورد خارج شد. چجوری نخوردی؟ دقیقا منم همین سوال از تو دارم. بابا ایول پر نکرده بود دیرا. نه بس که تون هدر میدی. حداقل یه ذره آتیش گرفتم نه توش راست میکنم. چرا وای چیکار دلغک. میکنی؟ واسه ببینم میبینی منو یا نه، ولی مثل که نیم تگ میبینی. سپول که نیستم. آخ آخ یه دقیقه وایس کنم بهتر شد صدا. به سمت تو که نشونی نرفتی هرچی هست. بریم بریم. زیر منی. ای دلغک من داشتم میومدم یهو به سورپرایز گفتم، یهو بگم سورپرایز. بابا ایول چجوری بهت نخورد؟ یهو تیپی شدی انگار عقب. شما دره از کدوم هم میخوای بیا؟ تو کدوم بری دلغک؟ سو زیر هستم گفتم تو هم دیری را بود میخوایی. والله ایدم دلغک.
بابا بیشرف رو نگاه کنید بچه. آجی تو این بازی راستن راستی بگم وقتی میشینیم تگه چیز نمیشه. میدونم همون نشستم صرفا منظور سرعتم کم شه. خاص راحت بیکن میکنی درد میخوره. کوری میدونم حاجی حقیقتا من به وایدم. ای دلقک کجا بودی؟ الان دیدمت بیشرف. داری بولی میشی آجی. بابا ایول تو چی زدی ناموسم به ما بده. حقیقتا الان پینگ من 45 چیز پینگ تو 45 من 84 هم اونقدر فرق نداره. تازه تو بهتر هم هستی یه ذره. وای حاجی اگه بهت میخورد آخ خیلی خفن میشه. بابا دلغک. ریلگانه تو دیوارا رد میشه فکر نکنم. به یاد تست ایول پریدم زدم از بالا سرت رد شد شانس سیفیدی. کنی. من شارژ خودم کم یه دقیقه پای وایسا من عوضش کنم. اوکی عوضش کن. آخ ای دلغک کنه گم شما آتکه آخیش با عوض کردم اوکی. اوکی بریم. دفعه دیگه تو زدی بالاخره بعد از مدت ها یه گوشم رو عوض کردم الان یه حس عجیبی داره. آره میدونی منم الان ایپادم عوض کردم. ایول رنازه. چی شده برای خرید رنگ ها چی بود نه وسط چتم ایول بر منم اومد ولش کن مهم نیست. بابا من نمیبینمت. کوری قشنگ کوری 18 چقدر دیگه میخوام 7 دیگه میخوام. از کجا میدونی چند تا هست؟ دفعه قبلی که 25 تایی بود یعنی دو دفعه قبلی 25 تایی بود واسه احتمال همیشه کجا 25 تایی کلیتو بود. میزنه؟ راست خب کدومشه دو تا ساخه. خب به نظر کی تا الان بیشتر کیل گرفته؟ یعنی پایینی منم. نه پس گم شو بیا پایین. خب یه رو تو بیا بالا خوب من بیام پایین. عجب اوف سیرکیه. ای نه شده بابا ایول میگم خفه شو. چه خیلی خوب اول میخندی بعد عصبانی میشی. آخ نخوردی بابا ایول جامپر نمیگیرم. بوست نمیکنه. خدا فشار چیه؟ حقیقتا بوسش زیاد به درد نمیخوره. نخور اوه خورد شما اینا اصلا سفیدی نمیبینمت دارم. بچه. اصلا نمیبینم این دلغکو. یهو میپره پشت میزنه. مرتی که مگه من نمیبینم تا یه پشت سرت بودم. نخوردی بوس کن بوس کن کن بابا ای خدا. ای خدایا شانس هم نداری یه ذره شانس. خب بچه ها مرسی که تا اینجا ویدیو همراه ما بودید. امیدوارم از ویدیو لذت کافی برده باشید. اینم از
کویک بود چی بود اینم مهم اسمش نیست. آیه شادو؟ کویک کویک. چه کار رفتی؟ بله من بله آماده قرار بود شدم. کوچ. بله مرسی که تا اینجا بودی همراه ما بودید. لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه. تا یه ویدیو دیگه میبینمتون. بابا